سلام بر شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. خیلی مفتخر و خوشحالم که با پیک شادی در خدمت شما هستیم و مثل همیشه امیدوار و آرزومند که مجموع برنامه‌هایی که برای پیک شادی این هفته نظر گرفتیم بتونه ما رو به اون هدف اعلام شدهمون نزدیک بکنه تو این برنامه، یعنی خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاره. اجازه بدید معطل نکنیم، بریم سراغ خبر تو خبر که به خصوص تو این روزای گیج و ویجی خامنه‌ای خیلی دیدنیه، چون با وجود اینکه هنوز گام‌های اول کابوس انتخاباتیش رو داره میگذرونه، بعد جوری چپ و راست ضربه خورده و میخوره نوش جانش، و از اون طرف شادی و شادکامی گوارای وجود مردم ایران که رأیشون سرنگونی رژیم آخوندیه.